یکی باید تو زندگیم پیدا شه که من حالم بهتر شه. من باید ثروتمند شم که حالم بهتر شه. من باید یه ماشین خیلی آنچنانی زیر پام باشه که حالم بهتر شه. من معاشرت‌های خیلی تاپ لول باید داشته باشم. من همش منتظرم یه اتفاقی بیفته که من حس بهتری داشته باشم. همیشه یه چیز دیگه میخواد. همیشه دنبال یه چیزی غیر از اون چیزیه که الان تجربه میکنه. همیشه این رو به ما القا میکنه که موقعیت کنونی که توش هستیم باید خیلی بهتر از این می بود، ولی نیست. همش منتظر یه اتفاقیه که باید بیفته که من حالم بهتر شه. اینا تله های ذهنی هست. این یکی از رفتارهای شناخته شده ذهن مشاهده نشده است. این معنیش این نیست که ما منفعل بشیم، خواسته بزرگ نداشته باشیم، دنبال اهداف بزرگ نریم، هدف گذاری نکنیم. اینا رو با هم قاطی نکنین ها. چون زندگی همواره رو به فزونی است. یادتون اینو قبلا گفتم؟ در همه حوزه ها ذات زندگی اینه. زندگی رو به فزونیه. اگر شما نخواین هماهنگ با ریتم های طبیعی حرکت کنین، از تعادل خارج میشین. یکی از نشانه های رشد آگاهی درک شادمانی های ساده زندگیه. مثل وقتی که شما میرین خونه خیلی خسته یه دوش میگیرین، کیف نمیده؟ کیف میده. خیلی اتفاق عجیبیه؟ نه. یا از پنجره بیرون رو نگاه میکنین، این درخته که درخت خیلی پروپیمونی هم نیست، که درخت معمولی قدیمیه، یه شاخش انقدرش جلو پنجره‌تون یه دونه برگ هنوز بهش هست و خب زیبایی شگفت انگیزی داره دیگه، واقعا شگفت انگیزه دیگه و شما رو متحیر میکنه و مست میکنه شما رو. این خیلی اتفاق عجیبیه؟ نه. از این برگا بیرون چقدر هست؟ از اون ابرهای قلمبه تو آسمون چقدر هست؟ اینی که میگم واقعیه ها. این یه شعار نیستا، این یه داستان نیستا. میدونین این که شما یه سقفی بالا سرتون هست، تو کوچه نمیخوابین، این زیباست، این جالبه، این شوک‌گذاری داره، این کیف داره. اینی که دارم بهتون میگم به معنای این نیست که منفعل بشیم یا خواسته ای نداشته باشیم یا هدف گذاری نکنیم یا بزرگ فکر نکنیم. متوجه شدین؟ چون این مطلب وقتی مطرح میشه که آره قناعت کن، هر چی هست به همون راضی باش دیگه، که ما میدونیم که اینطوری نیست. اینجوری نیست. اینطور نیست. باید سعی کرد، باید تلاش کرد. آنچه اکنون هست رو فقط میشه پذیرفت، میشه باش کنار اومد.